فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهر پرسیدن در رابطه با این که عقد کردن اما هنوز پیش خانواده پدرشون هستن، اما پوشاک و اگر هزینه چیزی لازم داشته باشن بر نامزدشون یا شوهرشونه، حالا این فطری رو حالا شوهر باید پرداخت کنه یا پدرشون؟ از نظر شرعی اون کسی که متکفل هست و یعنی هزینه و تامین مخارج زندگی کسی بر عهده‌اش هست، اون باید همین صدقه فطر را بدهد. و زن زمانی که به اصطلاح ازدواج میکند و به خانه بخت میرود، یعنی هزینه زندگیش از پدر منتقل میشود به شوهر، باید تامین هزینه و نفقاتش را باید به عهده بگیرد. پس بنابراین این شوهر هست که باید فطریه و صدقه فطرش را بدهد. منتها اساساً کسی که عاقل هست و بالغ هست و خودش از طرف خود مال و سرمایه دارد، حداقل به اندازه این که این صدقه فطر را بدهد، اساساً بر خودش لازم هست. اگر خودش دارد و میتواند پرداخت بکند، نباید منتظر این باشد که شوهرش یا پدرش بیان و به جای اون اینو پرداخت بکنند. اما از نظر شرعی وقتی که از نظر حقوقی نگاه بکنیم، اون کسی که مسئولیت خانواده رو بر عهده دارد و سرپرست هست و هزینه و تامین نفقات بر اون لازم هست، این فطری هم بر عهده اوست.